دیگر توهین میشیم، تحقیر میشیم، کثیف و منافق گفته میشیم. همه به خاطر دین الله است. همه به خاطر قرآن و تطبیق احکام شریعت است. همه به خاطر فهم قرآن و ارتباط به شریعت غرای محمدی هست. 3 شب هست که با انواع مختلف دشمنان اسلام تهدید میکنند و من فقط یک چیز رو میگفتم: بار الها پروردگارا، همین جمعه روی منبر بنشینم که ظالمین برای از اونا کبر و غرور پیش نیایه که این عالمی که گفتیم برمیداریم برداشت. شاید روحیه 10 ها و 100 ها عالم دیگر ضعیف بشه. امروز الحمدلله بعد از این جمعه بمیرم، زنده باشم، رمز موفقیت از آن من و شماست. قسم یاد کرده بودن که امروز به مسجد اجازه نمیدهند، قسم یاد کرده بودن که روی منبر نمی نشینی، قسم یاد کرده بودن که تو را دیگه اجازه نمیدیم که داخل مسجد بشی، و امروز دانستن که این ملت پشت منبر حق